به نام پروردگار. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. اگر موافق هستین میریم سراغ مباحثمون و با اینجا شروع میکنیم که چی شد که اینجوری شد. منظور تاریخچه شکل‌گیری سازمان‌های مردم نهاد چیه؟ در حدود قرن 20 و بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم اتفاقهایی که در کشورهای مختلف و جوامع مختلف افتاده بود این بود که مردم با فقر و جنگ و بیماری و خدمت شما عرض کنم که مباحث مربوط به تحصیل و سوادشون، مباحث مربوط به معیشتشون، عدم امنیت کشورها، اینها در جوامع اهمیت زیادی پیدا کرده بود و دولت‌ها باید کاری می‌کردن که اینها رو برای مردم تأمین بکنن. خب این چالش‌هایی که روی میز دولت‌ها بود و تقریباً میشه بهش گفت پارادایم رفاه حداقلی بود، باید از یه طریق انجام میشد برای اینکه چالش‌هاشون رو بتونن کنترل بکنن. بخش دولتی که بخش اول هست این کار رو انجام میداد در ابتدا و سعی میکرد شرایطی رو ایجاد کنه که مردم از درمان مناسب بتونن برخوردار باشن، حداقل ها رو در ثبات بتونه براشون ایجاد کنه در بحث معیشت، در بحث امنیت. و خب بخش دولتی معمولا ابزارش قدرته و با قدرتش میتونه این کارهاشو اجرایی بکنه. دستاورداش چه خواهد بود؟ امنیت و صلح، درمان و تحسین، اینا میتونه دستاوردهای این بخش دولتی باشه که در ابتدا کار میکرد. اما یه چالش جدید باز میومد سر راه، به خاطر اینکه همیشه قدرت با فساد و رانت همراه هست و معمولاً بخش‌های دولتی به خاطر عریض و طویل بودن سازمان‌هاشون اتلاف منابع بسیار زیادی دارن. این امر باعث شد که خب بخشی از جامعه از برخی از خدمات محروم بمونن و خب دولت نمیتونست همه خدمات رو به کل جامعهش ارائه بده در اغلب کشورها. حالا در کشورهای توسعه یافته تر، چون در اون زمان اغلب کشورها در حال توسعه بودن، ولی در کشورهای توسعه یافته تر شاید اینا بیشتر در اختیار مردم قرار میگیره، ولی در خیلی از جوامع این چنین نبود. چه اتفاقی افتاد؟ بخش دوم و بخش خصوصی وارد شد و اومد کمک بخش اول. پارادایم آسایش شکل گرفت. چطور شکل گرفت؟ بحث‌های پیشگیری از به وجود اومدن چالش‌ها به وجود اومد. بحث‌های پایداری به وجود اومد. بحث رشد به وجود اومد. بخش خصوصی که وارد شد خب پول داشت و اومده بود برای اینکه بتونه یه سری خدمات دیگه در اختیار مردم قرار بده. ولی بخش دوم ابزارش سوده و بهره‌وریه. یعنی خدمات رو ارائه میده، حتما کیفیت خدمات میره بالاتر، حتما فرصت دسترسیش برای جامعه بیشتر خواهد شد، حتما رو مباحث تخصصی تر ورود میکنه. اما اتفاقی که میفته برخی از جامعه هم محروم میشن از این خدماتی که بخش دوم داره میده. چرا؟ چون باید پول پرداخت کنن بابتش و همیشه در جوامع عده‌ای هستن که این تمکن رو ندارن و برخی از خدمات اینا دور میشن. خب بخش دوم هم که وارد شد، درسته که سطح آسایش و رفاه رو بالاتر بود، خدمات رو بیشتر کرد و در اختیار مردم و جوامع قرار داد، ولی به هر صورت برخی از مردم محروم بودن از برخی از خدماتی که در جامعه داشتن میگرفتن. مثلا بحث سواد، یه سری از مردم میتونستن سواد رو با کیفیت بالاتر و تخصصی تر دریافت کنن، یک سری می اومدن تو بخش دولتی با شاید کیفیت کمتر ولی به هر صورت دریافت میکردن، ولی یه سری از مردم بودن که به سبب وسعت جغرافیایی، به سبب بعد مسافت تا اون مراکز آموزشی، دسترسیشون به امکانات آموزشی کمتر میشد. چه اتفاقی افتاد؟ بخش سوم وارد قضیه شد. به خاطر اون عدم تعادلی که بخش اول و دوم به وجود آورده بودن و یک جامعه سنتی با رشد ناهمگون به وجود اومده بود، قدرت داشت ولی توسعه براش سخت‌تر میشد. بخش سوم وارد قضیه شد.
بخش سوم که اومد یه چالش هایی در جامعه پیدا کرده بود. بخش سوم کیا هستن؟ بخش سوم تشکل‌هان، احزابن، انجیوهان، خیریه‌هان. به طور کلی اونهایی هستن که به توسط مردم شکل میگیرن. چالش هایی در جامعه وجود داشت. چالش هایی مثل چالش های محیط زیست، مثل چالش های اختلاف طبقاتی که در جامعه بود، سلامت روان. به هر صورت اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته بودن مردم که اینها در سلامت روانشون تاثیر گذاشته بود و همچنین خب بعضن اون افرادی که در قشر پایینتری قرار میگیرن به سبب محرومیت ها چالش های سلامت روان هم براشون ایجاد میشه. آسیب های اجتماعی به تبع اون به وجود اومده بود. در کشورها آسیب های اجتماعی بسیار زیاد شده بود. بحث آزادی بیان، بحث دموکراسی، بحث فرصت برابر رشد، تضادهای فرهنگی که وجود داشت، عدالتی که بعضن دیده میشد که پایدار نیست و برقرار نمیشه، اینها همه دلایلی بود که بخش سوم رو به ماجرا کشوند. و با پیدایش بحث توسعه همه جوامع دیدن که آقا مسیر توسعه کشورها از توسعه جامعه مدنیش میگذره و از توسعه افراد اون جامعه میگذره. افراد اون جامعه هم بخشیشون در بخش اول و بخش دوم داشت این توسعه براشون شکل میگرفت، ولی برخی محروم بودن و بخش سوم وارد این قضیه شد. تشکل‌ها به وجود اومدن، احزاب به وجود اومدن. خب احزاب اهداف سیاسی رو دنبال میکردن، برخی تشکل‌ها اهداف خاص رو دنبال میکردن. ولی چیزی که امروز بحث ما هست NGO ها هستن و خیریه ها هستن که با شعار از مردم برای مردم به وسیله مردم به وجود اومده بودن. شاخصه های مهمی که داشتن، دو تا از شاخصه های مهمشون داوطلبانگیشون بود که معمولاً افرادی در جامعه داوطلبانه شروع می‌کردن این کارها رو. یه دغدغه رو پیدا می‌کردن تو جامعه، برای حل اون دغدغه به صورت داوطلبانه وارد می‌شدن و اینها باعث می‌شدن که تعادل بیشتری در جامعه شکل بگیره و اون قشر محروم از خدمات بخش اول و دوم هم بتونن از خدمات نسبی و حداقلی برخوردار باشن. کم کم NGO ها رشد خیلی زیادی کردن، به طوری که الان در خیلی از کشورهای دنیا بازوهای اصلی اجرایی حاکمیت ها و دولت ها NGO ها هستن. الان رتبه 1 NGO ها رو فکر میکنم در دنیا ایالات متحده امریکا داره که بیشترین تعداد NGO در کشورش هست و NGO های تخصصی و فوق تخصصی وجود دارن که برخی از اونها هم خارج از مرزها دارن خدمات میدن به کشورهای دیگه، به کشورهای جهان سوم، به آفریقا و برخی از این کشورها خدمات حتی میدن. توی فرانسه فقط 1,500,000 NGO رسمی داریم که ثبت شده و فعالیت داره میکنه با حوزه های مختلف. خب اونجا یه قابلیت هایی که وجود داره، دولت ها حداقل ها رو دارن تامین میکنن، NGO ها میرن به مباحث توسعه میپردازن و دستشون باز هست که برن روی چالش های دیگری کار کنن که موجب توسعه کشورشون میشه، موجب توسعه فرهنگشون میشه و تلاششون رو میبرن به اون سمت. توی جهان سوم این چنین نیست. NGO ها از ابتدای شکل‌گیریشون شاید درگیر حداقل ها هم باید باشن، چون خب ما داریم میبینیم که این اتفاق کمتر توی کشورهای جهان سوم داره شکل میگیره و دولت ها نمیتونن حتی حداقل ها رو هم برای مردم تامین کنن. NGO هایی که شکل میگیرن مجبورن که این کار هم بکنن، حداقل ها هم مجبورن برای مردم تامین بکنن. ما بحث پارادایم رضایت و آرامش رو این چنین مطرح میکنیم. این مباحثی که من امروز خدمتون میگم برخیش برگرفته از علوم و دانشی هست که خود ما استخراج کردیم و شاید عزیزان دیگری نظرهای متفاوتی داشته باشن، ولی این دانشی هست که ما تونستیم توی این چند سال فعالیت و ارتباطاتی که با اساتید این امر داشتیم استخراج بکنیم. شما اگه مربع رشد جامعه رو با 4 نهاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در نظر بگیرید،
چون یک جامعه وقتی میخواد رشد کنه، نهادهایی که دخیل هستن تو این رشد با این سرفصل ها دیگه معمولا یا بحث های اقتصادی رو دارن دنبال میکنن، یا نهادهای سیاسی هستن، یا نهادهای اجتماعی هستن، یا نهادهای فرهنگی. اگر این مربع رشد اضافه بشه به این قسمت که شبکه سازی و سرمایه‌های اجتماعی فرهنگی اقتصادی شکل بگیرن، که معمولاً این شبکه سازی و سرمایه‌های اجتماعی که شکل میگیرن مشارکت داوطلبانه دارن، معمولاً غیر انتفاعی هستن، با دوامتر هستن و مستمرتر هستن، با اعتمادن و متعهدانه کار میکنن. این مباحث در اون سازمان ها نهادینه شده و سعی میکنن عقلانی تر عمل کنن. اگر اینها به هم پیوند بخورن، ما حتما یک نهاد مدنی بالغ رو شاهد خواهیم بود در همه این عرصه ها. یعنی هم در عرصه اقتصادی وقتی این سرمایه اجتماعی شکل بگیره نهاد مدنی بالغ داریم، هم در بحث اجتماعی نهادهای مدنی بالغ به وجود میان، هم سیاسی و هم فرهنگی. و در واقع دستاورد این چه خواهد بود؟ ما یک جامعه مدرن خواهیم داشت، یک جامعه توسعه یافته و با اقتدار داریم، یک جامعه‌ای داریم که رفاه و آرامش و رضایت درش موج میزنه. اگر توجه بکنید، حالا عزیزانی که شاید خارج از کشور هم تردد داشته باشن، 2-3 تا جمله است که کسایی که رفتن اون طرف ازشون میپرسی میگن خب اونجا چی داره؟ همه از غربتش میگن، از دلتنگی ها میگن، ولی 2-3 تا جمله میگن اینجا آرامش هست، اینجا رضایت هست. چرا این اتفاق افتاده؟ این بحث نهاد مدنی بالغ شاید در اون جوامع توسعه یافته کاملا نهادینه شده. شبکه سازی های اجتماعیشون، سرمایه های اجتماعیشون شکل گرفته. بعضن میبینی مردم به سلف کنترل رسیدن. شاید پلیس در اونجا فقط بحث نظارتی داشته باشه و بحث کنترل رو خود مردم دارن انجام میدن. خود مردم بحث زباله توی کشورشون رو دارن پیگیری میکنن که درست انجام بشه، تفکیک زباله از تو خونه ها انجام بشه. یعنی مردم دارن این کار رو انجام میدن. این چه اتفاقی افتاده؟ این حضور انجیو ها هست، بالا بردن سطح بلوغ جامعه توسط سرمایه های اجتماعیش هست و شما اونجا میبینی که رفاه و آرامش و رضایت داره موج میزنه. خب این اتفاق خیلی متأثر از حضور انجیو های توانمند و حضور انجیو های مؤثر در اون جوامع شکل میگیره. ما میتونیم بگیم که با این تفاسیر مسیر توسعه جوامع از توسعه جامعه مدنیش میگذره. جامعه مدنی که برگرفته از افراد اون جامعه است، برگرفته از مردم، برگرفته از نهادهای مدنی بالغه. این اتفاق توسعه ما خیلی روش تاکید داریم که بتونیم به سمت توسعه بریم. من خودم در بحث توسعه یافتگی و جوامع توسعه یافته اعتقاد دارم جامعه مدنی ما باید اول خودش رو توسعه بده. ما اگه بیایم رو جامعه مدنیمون کار بکنیم، در واقع جامعه مدنی که برگرفته از تحصیلگرانشه، برگرفته از جامعه هدفشه، برگرفته از داوطلبینشه، خدمت شما عرض کنم که برگرفته از اون پرسنل و کادری هست که دارن باش کار میکنن. اگر رو توسعه اینها کار بکنیم، یواش یواش میتونیم به توسعه کشورمون هم فکر کنیم و این توسعه راهی جز توسعه جامعه مدنی نداره. شاید این سوال ایجاد بشه که خب باشه، اینقدر از توسعه میگیم، چجوری این توسعه باید شکل بگیره؟ جامعه مدنی چجوری باید رشد بکنه؟ آیا پرداختن به خیریه درسته؟ آیا پرداختن به انجیو درسته؟ آیا ما باید بریم به سمت کارآفرینی اجتماعی؟ ما توی این مباحثی که توی این 10 جلسه با هم مرور خواهیم کرد حتما دنبال میکنیم این قضیه رو و سعی میکنیم که با همدیگه یه هم‌آموزی داشته باشیم، بتونیم یاد بگیریم از همدیگه که چطور میتونیم یه انجیو پایدار به وجود بیاریم.
چطور میتونیم این انجیوی پایدارمون رو به سمت کارآفرینی اجتماعی بریم. آیا اصلا درسته از ابتدا کارآفرینی اجتماعی شکل بدیم یا نه؟ خیریه چجوری میتونه به سمت رویکرد انجیوی بره؟ اینها رو با هم دیگه دنبال خواهیم کرد. دوست دارم الان از شماها بشنوم. تا اینجای کار سوالی، نکته‌ای اگر هست بفرمایید. یکی از دوستان پرسیدن که فرق خیریه با انجیو چیه؟ میشه اگر امکانش هست تو این قسمت توضیح بدید. اگر تو قسمت‌های دیگه میخواید توضیح بدید باقی میمونه که تا اونجا صحبتش بکنیم. خدمت شما عرض کنم که راجع به این موضوع ما مفصلتر در جلو صحبت خواهیم کرد. یکی از سرفصل‌هامونه که حتما راجبش گفتگو میکنیم، ولی به طور ضمنی امروز بخوایم نکته‌ای راجع به این قضیه بگیم. خیریه، من در یک جمله بخوام تفاوت‌هاشو با انجیو بگم، غالباً 80% خدماتی که خیریه ها میدن به صورت حمایتی هست و از جنس ماهی دادنه. انجیو ها از جنس توسعه، از جنس توانمندسازی هن. اگر اونور تو خیریه ها 80% خدمات از جنس حمایت و 20% به سمت آموزش و اینجور مسائل خواهد رفت، در انجیو ها این برعکسه. 80% خدمات میره به سمت توانمندسازی آموزش و از جنس ماهیگیری یاد دادن و 20% خدمات ممکنه به صورت حمایت ها باشه، حمایت های معیشتی و از این دست. شاید بعد از این سوالی پیش بیاد که آیا این بهتره یا اون؟ این اصلا نکته بهتری بدتری نداره. اینو اجازه بدید که جلوتر راجبش خیلی مفصل صحبت بکنیم، چون دغدغه خود من هم هست و به طور کلی در جامعه هم نیاز خیریه هست هم نیاز انجیو هست، ولی مهم اینه که اینا هدفمند عمل بکنن، اینا بتونن در جهتی حرکت بکنن که موجب توسعه کشور بشن. اگر که کفایت میکنه تا اینجا پاسخ سوال دوستان رو اگر داده باشم، تفاوتی که در حال حاضر میتونیم راجع به خیریه و انجیو بگیم همین مسئله هست که اونها بیشتر به توسعه و آموزش فکر میکنن، به توانمندسازی فکر میکنن. در خیریه ها بیشتر خدمات حمایتی باید داده بشه و جنس خدماتشون از جنس جهیزیه دادن، از جنس خدمات معیشتی، پک ارزاق، پک لوازم تحریر، کمک هزینه برای مسکن، یه سری نیازهایی که توی جامعه هست و باید تامین بشه، مثل درمان که مسئله بسیار مهمیه. من خیلی متأثر شدم، هفته پیش یه جایی جلسه داشتم، حالا چون این لایو به صورت عمومی هست اسمشون رو نمیارم، ولی اونجا یک محل درمانی هم بود که یک محل درمانی بزرگ کشور بود. یک جمله‌ای مطرح شد از جانب یکی از دوستان که تا 20 سال آینده، توجه کنید خیلی عدد دردآوریه، تا 20 سال آینده اولویت یک خیر کشور بحث درمانه. چه اتفاقی ما در کشور ایجاد کردیم؟ چرا این اتفاق داره میفته که امروز میگن چالش یک کشور بحث درمانه و تا 20 سال آینده هم همین خواهد بود؟ این واقعا، البته من نمیدونم که این آمار واقعا پژوهش شده است و داره بیان میشه یا اینکه برگرفته از ذهن دوستانه، ولی این خب خیلی دردآوره که ما چرا درمان در کشورمون اینقدر باید اولویت پیدا بکنه. حتما یه سری زیرساخت‌ها مشکل داره، حتما ما به تغذیه فکر نکردیم، حتما ما به سلامت مردم فکر نکردیم، حتما ما داریم یه اتفاقاتی در جامعه ایجاد میکنیم که درمان مردم رو تحت الشعاع قرار میده. این همه چیزایی که ما داریم روز به روز میشنویم واقعا برامون سخت شده تفکیک بکنیم که خوراکایی که داریم کدومش خوبه کدومش بده. یه روز روغن پالم مطرح میشه، یه روزی بحث سرطان در یه سری مواد غذایی مطرح میشه و اینها باعث شده که واقعا مردم مستعسل بشن. من دوستان یه چیز دیگه هم عرض بکنم، این خبرها و این اتفاقاتی که میفته بزرگترین لطمه‌ای که داره میزنه به کشور اینه که دایره اعتماد مردم رو داره تحت الشعاع قرار میده و داره موجب میشه که سطح اعتماد عمومی در کشور بیاد پایین. من سالها پیش توی پایان نامه‌ام یه تحقیقی رو انجام دادم، پژوهش. عنوان پایان نامه من بود تأثیر اعتماد عمومی بر فعالیت‌های داوطلبانه در سازمان‌های مردم نهاد.
اونجا تو پژوهشی که کردیم واقعا دردآور بود که سطح اعتماد عمومی در کشور ما زیر 10% بود. جریان برای سال فکر میکنم 95-96 بود. سطح اعتماد عمومی زیر 10%. این بزرگترین چالش برای یک کشوره. شما وقتی اعتماد رو از مردم بگیری دیگه توی اون کشور آرامش برقرار نمیشه. دیگه هیچ کس به هیچ کس نمیتونه اعتماد بکنه. شاید توی کاسبی، توی روابط، توی هر جایی که فکر کنی مردم با هم تعامل دارن، اولین نکتهشون اینه که حواسش باشه که کلاه سرش نره. خب همین باعث استرس میشه، همین باعث اضطراب در جامعه میشه. این خبرهایی که ضد و نقیض میشنوه آدم راجع به مباحث مختلف خوراک و حالا مباحث سیاسی و اینا رو که من اصلا نمیخوام واردش بشم و واردش نمیشم. تاثیرگذاری منفیش بحث اعتماد در جامعه و اعتماد رو داره لکه دار میکنه. عرضم این بود که خب خیلی از نیازها الان داره در کشور ما موج میزنه و درمان یکیشه. بحث نگهداری سالمندان در چند سال آینده یکی از چالش‌های بزرگ کشور خواهد بود و حتما خیریه هایی باید باشن که تو این فضاها کمک کنن، چون سن جامعه داره میره بالا و تعداد سالمندان بیشتر خواهند شد. وقتی که مباحث اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هم هست و مردم محرومیت هایی خواهند کشید، اونجا باعث میشه که نگهداری سالمندان یکی از چالش های روی میز همه بشه. خاطر همین اینها چالش هاییه که جنسش جنس خیری است و حمایت ها حمایت خیری است، ولی این که وجود داشته باشد، نیاز هست نیاز نیست، بعد از خوب است، این حتما نیاز به تحلیل داره و بعد و خوب نداره و همه خدمت شما عرض کنم نیاز کشوره. وقتی که محرومیت ها زیاد میشه قاعدتا حضور خیریه ها تاثیرگذار خواهد بود و چگونگی رشد خیریه به انجیو رو اجازه بدید که ما توی سرفصل خودش در موقعی که بهش میرسیم گفتگو کنیم با هم دیگه. میخوام به صحبت‌های شما برگردم، چند نکته رو با هم دیگه مرور کنیم. در سال 82 ابرار گله‌دار به صورت داوطلبانه شکل میگیره. چرا شکل میگیره؟ یک نیازی رو در منطقه گله‌دار حس میکنه. میبینه که آقا باید برای مردم منطقهش یه کاری بکنه که برخی از مردم منطقه از محرومیت‌هایی برخوردارن. پس اولین موضوع چی شد؟ چالش منطقه رو پیدا میکنه ابرار گله‌دار. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا یه سری منابع خیری در منطقه من به صورت پراکنده داره صرف میشه. بحث زکات در منطقه من مردم بسیار بهش اعتقاد دارن و یکی از آموزه های بسیار زیبای دین ماست. مردم هم خیلی بهش اعتقاد دارن. خب ولی داره پراکنده عمل میشه، داره اثر بخش عمل نمیکنه. من الان از جمله اثر بخشی، از کلمه اثر بخشی استفاده کردم. آیا تا حالا اثر بخشی اجتماعی رو تو منطقه گله‌دار رصد کرده، اندازه‌گیری کرده، پایش کرده؟ این یه نکته مهم، جلوتر باش کار خواهیم داشت. بعد ابرار گله‌دار میاد شروع میکنه و میگه خب من این منابع رو بیام هدفمند عمل کنم. منابع رو جمع میکنه، میگه من نیاز مردم رو شناسایی میکنم و میام اینا رو بهشون میدم در جهت برآورده کردن نیازهاشون. یه مدت که کمک‌های نقدی میکنه، بعد خودش میبینه که انگار داره وابستگی ایجاد میکنه، داره این فرد رو به ابرار گله‌دار وابسته میکنه. یه موقعی اگه ابرار گله‌دار نباشه رگ حیاتی این آدمه انگار قطع میشه. خب این همون دغدغه اوله که ما امروز راجع به سوال جناب آقای کوثری بود راجع به تفاوت خیریه و انجیو. اولین گام‌های حرکت به سمت انجیو اینجوری شکل میگیره که من خودم نقطه ضعفامو پیدا بکنم، ببینم کجاها دارم خرابکاری میکنم، کجا دارم اتفاقی ایجاد میکنم که اون چیزی که دلم میخواد نیست. من میخوام آدما رو توسعه بدم ولی دارم یه کاری میکنم میبینم نه نشد.
انگار یه آسیب دیگر دارم تولید میکنم. و ابرار گله‌دار میگه خب حالا من دیگه پول نمیدم بهشون، برای اینکه پوله که دارم میدم بعضا میره صرف چیزای دیگه میشه. من و شما میدونیم که حالا شما از خرید موبایل و این چیزا گفتین، بعضا صرف کارهای شر هم میشه. ما دیگه تجربه داریم، الان داریم از یک خانواده صحبت میکنیم و تو خانواده میتونیم رازهامون رو با هم دیگه بگیم. حتما ما رصد کردیم که دیدیم، من خودم همین تجربه ها رو داشتم، مبالغی که پرداخت میشه اصلا میره صرف یه چیزای دیگه میشه که آسیب رو دوچندان میکنه و به جای اینکه رشد بده اون خانواده رو، بدتر داره میبرتش تو دل آسیب. ما بهش میگیم بازتولید آسیب و چرخه آسیب رو همینطوری گسترده تر میکنه. حالا ابرار گله‌دار میاد میگه خب من دیگه نمیام بهشون پول بدم، میگم آقا درمان میخوای، با مرکز درمانی هماهنگ میکنم، پولو میدم مرکز درمانی، تو برو اونجا درمانتو بگیر، که اون پول دیگه صرف این موضوعات نشه. یعنی یه گام رو به جلوتر برای اینکه از آسیبی که ممکنه اون کار خیر من تولید بکنه من فاصله بگیرم. میام پولو میدم به اون درمانش رو جلو ببره. بعد میبینم که خب نیاز به معیشت داره، مثلا ممکنه بدهکاری به سوپرمارکت ها داشته باشه، ممکنه که یه جاهایی بحث پوشاکش مسئله داشته باشه. من بیام برم بگم به مغازه‌دار، به تولید کننده، آقا من پول به تو میدم، پوشاک به من بده، من پوشاک رو بدم به این خانواده. یا ای سوپرمارکت، من هزینه بدهی این افراد رو من پرداخت میکنم، اجازه بده که خرید بکنم. چه اتفاقی در پی داره؟ یواش یواش داریم میبینیم که باز وابستگی بیشتر شده. انگار این آدمه باز نشسته که چالشی براش به وجود میاد من براش حل بکنم و دائما وابستگی ها انگار هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. یه جایی میرسه که باز ما مستحصل میشیم، میگیم خب منابع ما اینقدر کافی نیست که بتونیم این کارو بکنیم، میریم دنبال منابع بیشتر رو میاریم، در خدمت مؤسسه قرار بدیم، شبکه سازی کنیم، کمیته زکات تشکیل بدیم، این پولا بیاد، آدمای قدرتمندتر بیاریم، باز دوباره خدمات میدیم به افراد و میبینیم که این وابستگی داره به وجود میاد. ما جلوتر راجع به سازمان‌های آینده بین و آینده گزین و آینده ساز صحبت خواهیم کرد. امروز نمیخوام راجبش زیاد صحبت کنم چون زمانمون هم داره به پایان میرسه، باید سریعتر من مباحثم رو جمع‌بندی کنم. ولی اینا میشه رفتارهای واکنشی. فرد دچار یه چالش بیاد به سمت من و من اون چالش رو براش حل کنم. تو اون روی کرده به سمت NGO میگه من فرد رو انقدر توانمندش بکنم که کمتر دچار چالش ها بشه، اصلا باعث بشم چالش براش به وجود نیاد و اگه چالش براش به وجود میاد خودش توانمندی برطرف کردن چالش رو داشته باشه. اگر امروز یک فردی دچار بحث پوشاک هست، میخواد پوشاک تامین بکنه، من پوشاک نمیگیرم بهش بدم، ممکنه من پوشاک بگیرم رنگ قرمز، اون رنگ زرد دوست داشته باشه، ممکنه من براش کفش بگیرم اون کفش استفاده نکنه. یه تجربه راجع به این موضوع براتون بگم. سالها پیش بود، اون موقع که من مدرسه سازی میکردم در بلوچستان، یکی از خیرین ما اومد تو اون منطقه گفت من میخوام برای اینا همه کفش بخرم. اومده بود بازدید، دیده بود که بعضن دارن پا برهنه یا با دمپایی راه میرن و اکثرا اونجا دمپایی پاشونه. گفت من میخوام کفش بخرم و کفش اهدا کنیم و اینا. کفش رو آورد، ما اومدیم توزیع کنیم، کفش رو توزیع کردیم. خب می اومدن میگرفتن، نه اینکه نیان بگیرن و تحویل میگرفتن، ولی باز دوباره بعدش میدیدیم باز دوباره همون دمپایی ها پاشونه، باز دوباره دارن با اون دمپایی ها راه میرن و حامی ما ناراحت میشد از این موضوع که آقا ما کفشا رو دادیم شما توزیع نکردید. والا بلا توزیع کردیم، ولی چی بود مسئله؟ ما نیامده بودیم بررسی درست بکنیم، نیاز فرد رو تشخیص بدیم. آقا اون فرهنگش این بود که با دمپایی اونجا تردد میکرد، گرمای بیش از حد هوا باعث میشد که کفش خیلی نداشته باشن تو اون روستایی که ما بودیم، با دمپایی بیشتر تردد میکردن. ما نیازش رو درست شناسایی نکرده بودیم، به زعم خودمونم داشتیم کار خیر انجام میدادیم، ولی اون نیاز طرف رو برآورده نمیکرد. من اگه اون فرد رو توانمندش کنم به سمت این بره که خودش بتونه
تامین نیازهاشو انجام بده، انتخاب درست داشته باشه. امروز میخواد دمپایی بخره، فردا میخواد پوشاک داشته باشه، درمان، یه روزی نیاز به درمان داره، بتونه خودش بره پیگیری بکنه. قاعدتا این اون بحث توسعه است که من برای فرد ایجاد کردم. این اون تفاوت خیریه و انجیو است که من دارم ازش صحبت میکنم. در جمعی از دوستان من راجع به مباحث مدرسه سازی، خودم گفتم سالها پیش در ساخت 12 مدرسه خودم مستقیم دخیل بودم، از هماهنگی‌های امورش تا اجراش و کارش که انجام بشه. ولی امروز من یکی از منتقدین مدرسه سازیم. میگم امروز دیگه ما نباید مدرسه بسازیم. الان توی کشور ما توی شهرهای بزرگ هوم اسکول ها به وجود اومدن و بچه‌ها دارن داخل خونه درس میخونن. یه خورده بریم عقب‌تر، کرونا به هممون یاد داد که آموزش نیاز به جغرافیا و نیاز به فضا نداره. بهترین آموزش ها رو از هر جای دنیا میتونیم رو بستر نت بگیریم. امروز AI اومده کمک مردم. امروز هوش مصنوعی قرار گرفته. با هوش مصنوعی شما بهترین آموزش ها رو میتونی دریافت بکنی. خب امروز دیگه ساختن آجر رو هم گذاشتن و مدرسه ساختن شاید اون اثر بخشی اصلیه رو نداره. ولی اگه ما بتونیم یک اتفاقی ایجاد کنیم که بستر نت رو تا در خونه فرد برسونیم، اون میتونه بیشترین آموزش ها رو، بهترین آموزش ها رو، تخصصی ترین آموزش ها رو یاد بگیره. اون میتونه حتی با یاد گرفتن این آموزش ها به توانمندسازی خودش، به اشتغال خودش کمک کنه. ما امروز بچه هامون رو داریم آموزش میدیم. من براتون یه تجربه بگم از دختر ما که تقریبا میشه گفت 2 ساله الان پیش ما داره آموزش میبینه، بحث تولید محتوا و بحث دیجیتال مارکتینگ و آموزش دیده. هفته پیش اومد گفت من یه کار از کانادا گرفتم، برای من یه فضا ایجاد میکنی بتونم پول دریافت بکنم؟ ببینید این اون توسعه است که ما داریم ازش صحبت میکنیم. این فرد با یاد گرفتن یک مهارت تونسته از اون ور دنیا کار بگیره. خب میدونید حتما دیگه برای کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی خیلی بهتر و جذابتره که کاراشونو بدن به ماها. چرا؟ چون اگه بخواد مثلا یه سایت توی کشور خودش بزنه 2-3 هزار دلار باید هزینه بکنه، ولی همینو با $1000 میتونه تو کشور ما به دست بیاره، با کیفیت خیلی مطلوب هم میتونه به دست بیاره. هم اون شاده، هم این فردی که داخل کشور ما داره کار میکنه شاده. من از بحث این که میگم مدرسه سازی شاید اثر بخشی آنچنان نداره که باید بریم به سمت مباحثی که ما بتونیم نت رو ببریم تا در خونه طرف برسونیم و اونجا آموزش مناسب ترش رو بهش بدیم، از این جنسه. بعضن دوستان گلایه میکنن از این گفته من و میگن که آقا اون بحث تعامل اجتماعی مدرسه پس چی میشه؟ حتما قائل به اون تعامل اجتماعی هستم، ولی ما اون تعامل اجتماعی ها رو میتونیم در بسترهای دیگر فرهنگی اجتماعی به وجود بیاریم. ما میتونیم اتفاقات دیگری ایجاد بکنیم که این تعامل اجتماعی هم شکل بگیره، در عین حال اون روش توسعه یافتگیمون هم جلو ببریم. ما میتونیم با آوردن اینترنت و رسوندن دانشش به دست اون فرد تعامل اجتماعی با کل دنیا رو براش به وجود بیاریم. اگر میخواد در بحث مباحث اسلامی رشد بکنه، با کشورهای مسلمان دنیا هم میتونه تعامل اجتماعی بگیره، با آدمای دیگه میتونه تعامل اجتماعی بگیره. من خیلی قائل به جامعه جهانی هستم. میگم خداوند همیشه، صحبت من اینه، میگم روی این زمین برای همه غذا و فضا فراهم کرده و وجود داره. ما باید به این مرزبندی ها رو کنار بذاریم و به یک جامعه جهانی فکر کنیم که همه کنار هم، با هر اعتقادی، با هر دین و مسلک و آیینی، حتی آدم‌هایی هم که بیدین هستند و شاید چیزی رو قبول ندارن، بتونیم کنار هم زندگی کنیم بر اساس مباحث انسانیت. این تعاملات اجتماعی تو این بسترهای توسعه یافتگی شکل میگیره. ما باید به این فکر کنیم که چگونه انسان هامون رو توسعه یافته کنیم. یه تجربه دیگر هم خدمتون بگم، برم سراغ اسلاید بعدیم که آخرین اسلایدمون خواهد بود. یک منطقه‌ای بود زمانی که این یارانه ها شروع شد به پرداخت و یارانه حالا از زمان آقای احمدی نژاد تو کشور ما شکل گرفت که شروع کردن به پرداخت.
که باز من منتقد این قضیه هم هستم، چون از جنس ماهی دادنه و هیچ اثر بخشی اجتماعی زیادی نخواهد داشت. یه منطقه، البته من خودم اون منطقه رو نرفتم ببینم، یکی از دوستانم که مشاوره میده اینو برای من تعریف کرد. یک منطقه که یه بخش کوچیکی هستن، حالا از روستای مقدار بزرگترن، اومدن بین خودشون گفتن آقا این یارانه کجای زندگی ماها رو میگیره. هر کدومشون گفتن که خب خیلی شاید تاثیرگذاری آنچنانی نداشته باشه. یارانه ها رو اومدن توی صندوقی، توی یک تیمی جمع کردن، اون یارانه ها رو اختصاص دادن به توسعه منطقهشون. الان تو اون منطقه شما میری، پارک های بسیار عالی، مدارس بسیار عالی، کتابخونه های فوق العاده، همه اینا رو از همین یارانه ها ساختن. ببینید اندیشه‌ای که به سمت توانمندسازی داره فکر میکنه اینجوری میره جلو، اینجوری شکل میگیره که چجوری روی کرده اون از خیریه ببریم به سمت انجیو. خود اون منطقه داره خودش رو توسعه میده. ما اگه تک تکمون هر کدوممون منطقه خودمون رو توسعه بدیم، آدمای خودمون رو توسعه بدیم، نفراتی که با ما در ارتباط هستن رو توسعه بدیم، میتونیم این کشور رو توسعه یافته کنیم. میتونیم به جایی برسیم که توسعه یافتگی در کشورمون دیگه آرزو نشه و یک چیزی باشه که روتین روی بستر جامعه حکم‌فرماست و به سمتش میریم. من اسلاید بعدی که مرسی آقای محمودی عزیز، نکاتی رو گفتید که خیلی بر منم جذاب بود و باعث شد که بتونیم اینا اطلاعات رو با همدیگه شیر کنیم و از همدیگه بیشتر بیاموزیم. اسلاید بعدی که اولین اسلاید جلسه آینده ما خواهد بود، بحث پایداریه. اصلا چرا یک انجیو باید پایدار بشه؟ آقای محمودی عزیز گفتن سال 82 ابرار گله‌دار شکل گرفته. آیا هیچ کدوم از شما دوستان میدونید این ابرار گله‌دار تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا میتونید تصوری بکنید که این تا 100 سال آینده هم به کار خودش ادامه میده؟ شاید بعضی دوستان، من اینو که مطرح میکنم، میگن که آقا ما از فردای خودمون هم مطلع نیستیم، تو داری از کی صحبت میکنی؟ بله مطلعم، میدونم این قضیه، ولی ما باید سیستم گذاری کنیم که پایدار باشیم. ما باید حاکمیت سازمانی به وجود بیاریم که پایدار باشیم. پایداری از جنس پایداری اندیشه، پایداری از جنس پایداری روندها، از پایداری فرایندها. الان شما چند مرحله رو مثال زدید که آقا ما از پول پرداخت کردن رسیدیم به خدمات دادن و پرداخت کردن به اون خدمات دهنده و بعدش الان داریم به آموزش داریم فکر میکنیم که چجوری بریم جلو. نسل‌های آینده شما اندیشه های بنیانگذاران مجموعه رو باید بدونن، فرایندهایی که مجموعه رفته جلو رو باید مطلع باشن ازش، دوباره برنگردن اونا هم یه سری چیزا رو تکرار بکنن. اینا از بحث حاکمیت سازمانی به وجود میاد، اینا از بحث استقرار سیستم به وجود میاد. من روش دیگری در سازمان، چیزی که شکل سازمان میگیره برای پایداریش بلد نیستم بجز استقرار سیستم، بجز حاکمیت سازمانی. حاکمیت سازمانی مدل‌هایی در دنیا تعریف شده و هر کدوم از نظریه پردازان با مدل‌های مختلفی به این قضیه پرداختن، ولی مهم این هست که ما به حاکمیت سازمانی برسیم. چرا برسیم؟ برای پایداری. چرا میخوایم پایدار بشیم؟ برای اینکه حتما اون قضیه که گفتم بهتون، توسعه کشور، توسعه انجیوهاش میگذره، با انجیو پایدار شکل میگیره دیگه. ما خیلی الان، من یکی از سمتایی که دارم بازرس شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری هم هستم که شما عزیزان عضوش هستید. بعضن آمارهای خیلی زیادی داره توی کشور ما اعلام میشه از بحث انجیو ها، حالا خیلی زیاد که نسبت به دنیا شاید زیاد نیست، ولی حالا من 33,000 تا شنیدم، 18,000 تا شنیدم، 13,000 تا شنیدم، ولی وقتی واردش میشی میبینی فعال از بین این انجیو ها بیشتر از 1000-1500 تا پیدا نمی کنی که واقعا فعالن و در کشور دارن کار میکنن و تاثیرگذاری اجتماعی دارن. بعضن اومدن یه مقطعی بودن، بعد قطع شده خدماتشون به دلایل مختلف که ما با هم بررسی خواهیم کرد.
بعضا یا اسم بودن فقط ثبت شدن، حالا منافع دیگری دنبال میکردن. از پایداری که صحبت میکنیم به خاطر این عوامل داریم صحبت میکنیم از پایداری، و ما در جلسه آینده سرفصل هامون پیرامون این موضوعات جلو خواهد رفت که چه عواملی موجب عدم پایداری سازمان های مردم نهاد خواهد شد، و اینجا اگر با هم یه مرور ضمنی بکنیم و جلسه بعد بیشتر باهاش آشنا بشیم، بحث رقابت ثمن هاست. ما بعضاً متاسفانه میبینیم که ثمن ها در ارائه خدمات هم با هم رقابت میکنن. ما رقیب هم نیستیم واقعا. ما اومدیم برای یک دغدغه اجتماعی. اون تاریخچه‌ای که خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه NGO ها اومدن از مردم برای مردم به وسیله مردم. اینجا اصلا رقابت معنا پیدا نمیکنه. متاسفانه بعضا میبینیم NGO هایی که میخوان به سمت حاکمیت سازمانی برن میرن سمت مشاورین مدیریت، میرن سمت مشاورین استراتژی و از بخش خصوصی میان برای این عزیزان استراتژی تدوین میکنن. یکی از اقداماتی که در بحث استراتژی تو بخش خصوصی انجام میشه تحلیل رقباست. من بعضا میبینم این ادبیات در NGO هام داره تدریس میشه. تحلیل رقبا ما اصلا نداریم همچین چیزی. ما تحلیل ذینفعان داریم، تحلیل رقبا اصلا نداریم. این که ما اعتقاد داریم اگر سازمانی میخواد به سمت سیستماتیک شدن و استقرار حاکمیت سازمانی بره، اول باید تحصیلگرانش آموزش ببینن که خود اونها بتونن استراتژی رو تدوین کنن. به خاطر همین مسائل هست. از بیرون میان برای ما استراتژی تدوین میکنن و این استراتژی ها عملیاتی نمیشه در سازمان و اصلا به بیراهه میبره سازمان. رقابت ثمن ها یکی از اون چالش هاست که موجب عدم پایداری میشه. خدمات غیر جذاب به جامعه هدف یکی دیگه از اون مسائله که موجب غیر پایداری سازمان ها میشه و موجب عدم پایداریشون میشه. الان با هم گفتگو کردیم راجع به این مسائل. بحث مشارکت معمولا متأثر از تغییراتی است که در جامعه به وجود میاد. تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی، تغییرات سیاسی باعث میشه این مشارکت ها رو نمودار سینوسی دائما بالا و پایین ببرن و اگر کسی به جذب این مشارکت به طور صحیح و درست فکر نکرده باشه حتما متحمل خسارت هایی میشه که ممکنه پایداری سازمان رو به هم بزنه. یکی دیگه از چالش های بسیار بسیار مهم تعارض مدیرانه. اگر دیده باشید من اینو دقیقاً در مرکز این اسلاید قرار دادم. بعضا میبینیم توی تحصیلگران یک سازمان خودشون با همدیگه در تعارضن. چرا در تعارضن؟ چون با هم یک پارچه عمل نمی‌کنن. به قول دوستان مباحث حاکمیت سازمانی با هم ادبیات نیستن. نیومدن خط و مشیشون رو با هم دیگه کاملا مشخص کنن که آقا اگه ما با این خط و مش موافق هستیم در کنار هم دیگه کار بکنیم و بعضا به تعارض‌هایی می‌خوریم که این تعارض‌ها یه موقع ممکنه موجب انشعاب بشه، موجب این بشه که از هم جدا بشن، هر کدوم برن سمت یه موضوع دیگه‌ای برای خودشون خیریه دیگه‌ای بزنن و یا خیلی مسائل دیگه که کار می‌بینی در سازمان جلو نمیره فقط و فقط به خاطر تعارض مدیران. شفافیت یکی دیگه از مسائلی هستش که موجب عدم پایداری شده. من رو سایت شما دیدم که گزارش عملکرد مالیتون رو گذاشتید. ولی تو بحث شفافیت ما جلوتر هم بیشتر راجبش صحبت میکنیم. شفافیت فقط گزارش مالی نیست. شفافیت اینه که من اهداف استراتژیکم رو برای مردم، برای ذینفعانم کاملا مشخص کرده باشم. استراتژی های هر سالم رو مشخص کرده باشم. اونها بدونن که من در چه جهتی قراره حرکت بکنم که انتظارشون در شفافیت هم همون جهته باشه. بگن بله این قرار بود این مسیر رو بره، الان هم تو شفافیت های مالی و عمل کردی داره کاملا به ما نشون میده که این مسیری که انتخاب کرده بوده رو داره به درستی میره. اگر ما شفافیت رو به درستی اجرا بکنیم دوستان ملزم به پاسخگویی نمیشیم. قبل از اینکه بخواد از ما سوال بشه ما خودمون سوالها رو پاسخ دادیم. یکی دیگه از موضوعات سرمایه اجتماعیه. سرمایه اجتماعی بسیار بسیار مهمه. من
با دوستانم با همکارانم راجع به این موضوع که صحبت میکنم میگم حواستون باشه سرمایه‌های اجتماعی از بین نرن. اگر یک فردی میاد داوطلبانه به انجیوی شما کمک کنه، این یک سرمایه اجتماعیه. اگر این سرمایه اجتماعی اتفاقی بیفته که از سازمان شما قهر بکنه، ممکنه نه تنها از سازمان شما بلکه از کل جامعه مدنی قهر کنه. این ادبیات ها حتما شما هم شنیدید. بعضا ما از مردم میشنویم همه انجیو ها اینطور، از لفظ همه انجیو ها اینطور استفاده میکنن. چرا؟ چون اون فرد در یک انجیوی ممکنه یک تجربه نامطلوب داشته باشه، اون تجربه نامطلوبش رو داره به همه انجیو ها تعمیم میده. سرمایه های اجتماعی بسیار بسیار مهمن در پایداری انجیو ها. موضوع بعدی مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیری نه این که من الان بگم بله من مسئول این کارم، مسئولیت کارم رو دائما میپذیرم. من باید اول توانمندی اون موضوع رو داشته باشم که انتخاب بشم برای اون مسئولیت، بعد تبعات و ریسک های اون مسئولیت رو کاملا بشناسم و بعد اینکه این شناخت رو پیدا کردم اون مسئولیت رو بپذیرم. مسئولیت پذیری هیجانی نیست که من بیام یه مسئولیتی رو بپذیرم بگم انجام میدم. من الان مسئولیت آموزش شما عزیزان رو پذیرفتم، شاید بالغ بر 2 ماه 3 ماه مطالعه کردم، به روزآوری خودم رو کردم، اسلاید هایی ساختم که بتونم روی اون موضوع صحبت هایی بکنم که به درد شما عزیزان بخوره. وگرنه خب من قبلا اسلاید های بیشتری داشتم راجع به موضوعات حاکمیت سازمانی، ولی اینا رو اومدم آنالیزش کردم که چی رو ارائه بدم که در 10 جلسه یه اثر بخشی داشته باشیم، یه اتفاق سازنده ایجاد بکنیم. پاسخگویی که اینجا میبینید همون در ادامه شفافیت است. حالا اگه من شفافیت ندارم و ملزم به پاسخگوییم، اگه پاسخگویی درستی نداشته باشم هم منجر میشه من پایدار نباشم. پاسخگویی به کل ذی‌نفعان. ما پاسخگو به یه سری نهادهای بالادستی هستیم، حالا مجوزهایی که میگیریم، وزارت کشور باشه، بهزیستی باشه. ما پاسخگو به نهادهای امنیتی هستیم، ما پاسخگو به اداره مالیات هستیم، ما پاسخگو به داوطلبان اون هستیم، به حامیانمون هستیم، ما پاسخگو به جامعه هدفمون هستیم. جامعه هدف از ما سوال خواهد کرد برای من چیکار کردی؟ چه اتفاقی برای من ایجاد کردی؟ چقدر باعث رشد من شدی؟ این پاسخگویی قبلش شفافیت است. من اگر مشخص کرده باشم جامعه هدف من در این موضوع میخوام به تو کمک کنم، اون نیاز دیگرش رو نمیاد رو میز من بذاره و بعد از من طلبکار بشه که تو این نیاز منو برآورده نکردی. بحران‌های اقتصادی که حتما میتونه منجر به عدم پایداری سازمان‌های مردم نهاد بشه اگر قبل از اون فکر نکرده باشیم که چالش‌های مالیمون رو چطور بتونیم برطرف کنیم. شما از زکات امروز صحبت کردید. خب 1/5 دارایی هست که فرد در طول 1 سال بهش نیاز نداشته باشه. قاعدتاً وقتی بحران‌های اقتصادی ایجاد میشه اون دارایی سطحش میاد پایین‌تر و اون دارایی که سطحش میاد پایین‌تر حتما موجب میشه که پایداری منو لطمه بزنه، چون میزان زکات اون فرد هم کمتر میشه. بحث بعدی بحث سلبریتی ها. خیلی خیلی لبه تیغه. بعضا من میبینم انجیو ها ناگاهانه میرن به سمت اینکه یه سلبریتی رو بیان معرفی بکنن که اون سلبریتی بیاد براشون اعتبار اجتماعی ایجاد کنه. دوستان من خیلی تجربه دیدم که سلبریتی ها از جامعه مدنی اعتبار گرفتند، نه اینکه جامعه مدنی از اونها اعتبار بگیره. اونها برای اعتبار اجتماعی مطلوب ترشون به سمت جامعه مدنی میان. اونا یک وجهی در جامعه دارن، برای اینکه اون رو درخشان ترش بکنن میان سمت جامعه مدنی و بعضا ما آگاه نیستیم، خودمون میریم اینو ناگاهانه در اختیارشون قرار میدیم و اونها ممکنه چالش ایجاد کنن. من یه تجربه راجع به این سلبریتی ها بهتون بگم. شاید حالا دوستان بشناسنش فرد رو، ولی سعی میکنم اسم اینا نگم، فقط میخوام این تجربه رو خدمتتون عرض کنم. ما سالها پیش در انجیویی که بودیم سفیر برای انجیو یا اون خیریه، انجیو نمیگم خیریه، اون موقع خیریه بود، سفیر برای اون خیریه معرفی میکردیم. میرفتیم دنبال سلبریتی ها
و اونها رو به عنوان سفیر اجتماعی معرفی میکردیم که اونا برن در جامعه ما رو جار بزنن. شیر خشک به بچه ها میدادیم، رو زنان کارتون خواب کار میکردیم و این خانم‌های کارتون خوابی که درگیر اعتیاد بودن وقتی باردار میشدن نباید به فرزندشون شیر میدادن، چون اعتیاد با شیر به فرزند منتقل میشد. ما شیر خشک به اینا میدادیم که هم جذبشون کنیم، هم اینا دیگه اون مسئله رو برای بچهشون به وجود نیارن. با یک عزیز سلبریتی رفتیم وارد مذاکره شده بودیم به عنوان سفیر که بیاد تبلیغ کنه این شیر خشک ها رو مردم بیشتر به دست ما برسونن، منابعش رو تامین کنن، ما شیر خشک های بیشتری بتونیم بگیریم. به هر دلیلی حالا به اوناش کاری نداریم، اتفاق ثبت قرارداد ما با اون سلبریتی به عنوان سفیر 2 هفته افتاد عقب. در طی این 2 هفته یک فساد مالی که اتفاقا ربطی هم به شیر خشک داشت از جانب همسر ایشون زد بیرون. تصور کنید اگر ما رفته بودیم این قرارداد رو بسته بودیم و این سلبریتی رو به عنوان سفیر شیر خشکمون معرفی کرده بودیم، چه اتفاقی واسه خیریه ما میافتاد؟ فساد مالی که اتفاقا هم موضوع شیر خشک بود. بعضا سلبریتی ها میبینید به خاطر رفتارهای هیجانی که دارن، به خاطر کارهایی که انجام میدن، بالاخره انسانن و در جامعه دارن مثل ما زندگی میکنن، ممکنه یه چالشی ازشون بزنه بیرون. اگر انجیو خودشو وصل کرده باشه به سلبریتی، اون اتفاقاتی که برای اون فرد بیفته به انجیو هم تسری پیدا میکنه. پس خیلی باید هوشمندانه باشه. یکی از دلایل میتونه همین موضوعات باشه. ما تعداد زیادی انجیو میشناسیم که درگیر این موضوعات شدن و بعضن به سختی تونستن از این چالش بیان بیرون، بعضن هم که اصلا اون انجیو کلا منحل شده به خاطر همون قضایا. موضوع بعدی بحث اعتماد میتونه باشه. بحث CSR رو من اونجا نوشتم، راجبش الان ورود نکردم. مسئولیت اجتماعی شرکتی که یه مبحث بزرگیه، بعداً بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. اگر هدفمند نباشه اون CSR هم موجب عدم پایداری خواهد شد. و نکته آخر که میخوام عرض کنم عدم استقرار سیستمه. ما اگه قائم به فرد باشیم و فرایندهامون، اقداماتمون، هر کاری داریم انجام میدیم توسط افراد انجام بشه، دانشش در اختیار اونا باشه و سیستماتیک عمل نکنیم، هم در اثر بخشیمون تاثیر خواهد گذاشت و هم مطمئناً در پایداریمون تاثیر میذاره. ما اگه ندونیم کجاها اشتباه کردیم، جلوی اشتباهاتمون رو درست نگیریم و بعد اصلاحش نکنیم و این اصلاح رو دوباره جاری سازی و پایش نکنیم و دوباره این چرخه رو ادامه ندیم، حتما در پایداریمون لطماتی به سازمانمون خواهیم زد. ما مباحثی که در این دوره تکرار خواهیم کرد با هم دیگه همه از جنس حاکمیت سازمانی و از جنس استقرار سیستمه. داریم با هم دیگه تجربه میکنیم که چطور استقرار سیستم رو در سازمانمون داشته باشیم و سیستم گذاری سازمانی یعنی چی؟ چجوری میتونیم سیستم رو تو سازمانمون به وجود بیاریم؟ من مباحثم رو تا اینجا خاتمه میدم. دیگه ساعت نزدیک 10 هست و جلسه بعد این بحث عدم پایداری رو بیشتر با هم دیگه بازش میکنیم. وارد اسلایدهای بعدی خواهیم شد، موضوعات بیشتری رو با هم گفتگو میکنیم. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه تا اینجای ماجرا و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.